یا این دخترکتان هم مفروشین؟ این دخترکتان چند ساله است؟ 7 ساله است. چند مفروشی؟ مادر جان، شما از عاقبت دخترایی که فروخته میشه خبر دارید؟ قرک می برد خفه نمیشدی؟ جگرت خون نمیشد؟ زیاد میشدم. چرا نه؟ نکن گریه نکن. با نام خداوند بخشنده مهربان، با درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز. ان شاء الله گزند روزگار در امان باشین. طبق اطلاعی که یکی از دوستان از طریق یکی از صفحات اجتماعی به ما داده، خانم از در قسمت چمن حضوری چند روز متواتر کودک خدا آورده میخواهد بفروشه، به فروش برسانه و در بدل از او خرج مصارف زمستان خود، همچنان چند ماهی که از کرایه خانه فکر میکنم قرضدار است یا که ما زیاد معلومات نداریم، فقط کم بیش یکی از دوستای اطلاع رو به ما رساند. ما با تیم کاری خود امیدوار هستم که خانم پیدا کنیم، میگردیم و ببینیم درد دلش چی است. کوشش میکنیم که مشکلاتش پیدا کنیم و با لطف الله و همچنان همکاری شما دوستان عزیز مشکل خواهر ما حل شود. سلام برسه خاله، خوب هستین؟ زنده شما خوب هستین؟ زنده باش. اینجا وقتی چی شدین اینجا؟ چطور هستی دخترک؟ خوب هستی؟ نه. مسجد دوست شد دخترک تانو میبرین؟ یا این دخترک تانو مفروشین؟ قند چی است نام اگه قند ولد؟ دیبا جان. این دخترکتون چند ساله است؟ 7 ساله است. چند مفروشی؟ 20,000 خریدم، خرج دیگه دفعه برای عالی. 20,000 15,000. چطور دلتان میشه که شما تو تی جگرتان از پیشتان جدا میکنید؟ مجبور هستم بیادر. خانیتان در کجاست خاله؟ شوهرتان وفات است؟ 6.5 سال پیش فوت کردن؟ یک 3 ماه بود. کی سرپرستی فامیلتان میکنه؟ خود بچه که چند روز میشه دخترک اینجا میاری؟ با ما کسی گفت 3-4 روز میشه دخترک میاری اینجا. 5 روز شد. خب به خاطر چی مفروشی؟ مجبور هستیم در خانه نه نفقه داریم، خرج زمستان نداریم. خب حال خود منتظر از این ماندی که مسجد باز شوه یا کسی دخترک تبا بره با خود؟ همین 20,000 پا به تب بگیره بره خلاص همینطور. چی کنم بیار؟ مجبور هستم بخی ناتوان شده. خب خیلی خاله جان میشه که بریم خانه تان ببینیم که تان بریم؟ بیا. خب دوستای عزیز، خانه خواهر ما فکر کنم اسمشان فریبا گفتن، خانه خواهر ما هستیم. اما خواهر که در شرایط بسیار سخت طاقت فرسا به سر میبره. البته شما قسمی که در تصویر میبینین بسیار در شرایط طاقت فرسا اینا زندگی پشت سر میگذرانن، حتی چیزی ندارن به خاطر گرما و در ضمن در قسم یک جای اینا زندگی میکنن. من نمیخوام که بیشتر صحبت کنم، خوب است که از زبان خود خواهر ما اگر بتونن صحبت کنن، به خاطر کمی گلونشان بغض گرفته و گریه کرده میرن. خواهر میشه از مشکلات زندگیتان بگید؟ مشکلات زندگی ما برادر بسیار زیاد است. بچه‌ای که مثلا میبینین تکلیف حساب روانی داره، دختره که از 22 سال است تکلیف حساب روانی داره. دیگه یک دانه سرپرست خانه ما خودم هستم. بچه‌ای که از پلاستیک مفرد برادر را رفتین نتیجه کلان است که خورده است. دیگه هیچ چیز ما نگر غیر از درگاه خدا دیگه کس ما نداره. تا که متفلک خدا بفروشم به خاطر نفقه خرج خانه خود.
4 روز مدک ماجد رفتم طفل خدا بفروشم که از نگرفت. یعنی چطور یک مادر حاضر میشه که همون لحظه که شما دست کودکتان گرفتین میبردین به طرف مسجد که 20,000 یا 15,000 بفروشین، همون لحظه احساسی را که داشتین ما فکر میکنم که من نمیتونم بیان کرده. همون لحظه از خدای خود خیر از خود میگفتم خدای مرگ من نصیب کنه که این روزا من نبود مگه مجبور بودم دیگه طفل این گوش نمونده 20 دقیقه خانه رم که هیچ چیز نبود من سوخت زمستان خود هیچ چیز نداشت. خیلی سخت است. و شوهرتان وفات کرده؟ بله دخترکم 3 ماه بود که فوت کرده. حالا شما چند نفر سرپرستی میکنید؟ من خودم 8 نفر سرپرستی میکنم. خب 8 نفر. چند تا دخترک و چند تا بچه دارید؟ 3 تا دختر است، 5 تا یک بچه، یک 3 تا دیگه رفتم امروز پلاستیک فروشی میکنم. بچه کلان یک دکان کار میکرد رو 200 روپیه میداد که فال زمستان است دیگه نبی خرج زمستان ما خود ما رو پورا کردن نمیده. 3 ماست که بیکار است. و شما به خاطر صفاکاری جای نرفتید؟ زیاد کار کردم در خانه خاطر کرونا مرجع آب دادن. مرض کرونا. بله خدا چاره گل سرخ کار میکردن در خانه. چی از قندولک نام خودت؟ بلال. بلال جان. و ایام دیبا جان است نه؟ دیباگه که ما رو امروز میبردن به خاطری که مادرش خرچ خانه نداریم 6 ماه زمین خانه که شما میبینید. چقدر کرایه میتونید از خانه؟ 5000. 5000 یک اتاق می شکل خراب. میریم شکل وام در بیخ کو. بیخ کنیم 5000 بعد پایان خود 10,000 12,000 پس. خب 6 ماه از ایام نزدیک به 30 فکر کنم اشتباه حساب نکردم 30,000 افغانی میشه. 30,000 شما تنها از خانه آیی که چقدر قرض دیگه دارین و چی دارین خدا میدونه. مادر جان شما از عاقبت دخترایی که فروخته میشه خبر دارین؟ معمولا میبرنش یا بالایش که کلان شد اعمال فسق فساد انجام میده یا رقاصت تربیه میشه. شما خبر دارین که دخترک نازنین مقبول که وقت است که باید بره وقت درس خواندن اگه به مو کار میبرنش بازم شما عاقبتش فکر کرده بودین؟ نه بیاره هیچ فکر نکردم. استوانم دیگه هیچ چیز پورا نبود به خاطر اینکه علاقه علم پیسه علم منان خوردنشان من نداشت. بلال جان بله. به مکتب هستی خودت؟ بله. شما چند مکتب؟ 3 مکتب. امروز مادرت خوراک دمی خواست ببره بفروشه؟ بله. نفقه خانه نداشتیم یک چیز در خانه نبود بیادرم رفتن پلاستیک فروشی. خب بازی خوراک دمی برد خفه نمیشدی جگرت خون نمیشد؟ زیاد میشدم چرا نه؟ نکو گریه نکن و خودت مادرت میبرد بر خودت گفت که میبرم بفروشمت؟ بله. خب باز تو چیز نگفتی؟ نه. نه. وی؟ نگفتی که مرا نبر نفروش؟ خود دیگه چیزی نبود خانه خود مادرم بگم نه نداشتم. یه زمانی که ما خبر شدیم که یک مادر یک فرزند خود یا آنچه که در رحمش است 9 ماه از خون خود از گوشت خود از هر چی که میخوره انرژی خود باش تقسیم میکنه اکسیژن را که تنفس میکنه اونمو رو با اون کودک که در رحمش است تقسیم میکنه ولی بزرگش میسازه وقتی به سن 6 و 7 میرسه دلبندشه و توتی جگر خود از خود جدا میکنه و میرده در کنار مسجد مینشینه که تا 15-20 هزار افغانی کسی که بخره کرای خانه خود بده خرچ خانه را بده نفقه اولادای خود چی کنه. یعنی اصلا تصور کردن نمیتونیم چه قسم یک حالت چقدر یک سختی بیایه بالای یک مادر که دست به چنین یک عمل بزنه. جان به نظر شما رای بیرون رفت از این مشکل چی خواد بود که همیشه شما دیگه دستان به کسی دراز نشه و مشکلاتتون از اون طریق بتونین حل کنید؟ ما میره بنتون بر که یک کار پیدا شود که خود درس خودم بخونه و یک کارم کنه که نفقه خانه را پورا کرده بتونه مثلا یک دکان باشه یک کراچی باشه. حالا خب بیچاره بی دست زیر قول است 1 روپیه هم نیست پیش که کار کنه. خب یعنی جگه در پالی خانه‌تان البته خانه‌تان خود در قسمت بالایی کو است نمیشه در قسمت پایانیش یک دکان غرفه برش بسازیم و در اونجا بشینه بفروشه و تا قسمت از روز و درس خودم بخونه و گذشته از او خرچ مصرف خانه را پیدا کنه ان شاء الله مشکلتان حل میشه. بله من خوش میشم دیگه کار بسیار خوش است. قسمی که مادر بزرگوار گفت ما یک غرفه اگه بتونیم به فامیل بی وضاحت بسازیم ابد یک صدقه جاریه است که
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنند که صدقه خشم و غضب الله را برطرف میکنه، باعث گشایش انسان در دنیا، مشکلات دنیوی و اخروی انسان حل میشه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در آیه دیگه مهربانی میکنن به نزد الله محبوب تر از این نیست از بنده ای که مشکلات دیگران را فرد مسلمان را حل میکنه. از این بنده کرده دیگه هیچ کسی به نزد الله محبوب تر نیست. در دیگر روایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و مهربانی که بهترین شما اون کسی هست که نفعش به مردم میرسه. بهترین مردم کسایی است که نفع و منفعتش به دیگران میرسه. و قرآن هم میگه که شما قبل از رفتن به جهان آخرت توشه برای خود بگیرین و بهترین توشه می است که ما دست فقیر و بینوایی را بگیریم، از مشکلات اینا رو بیرون کنیم. الله مشکلات شما رو حل کنه. باشی بخیر باشی، چون زحمتای تا نمیبخشین تجربه زحمت شدید. خواهش میکنم. دوستایی که در اروپا هست و همچنین دوستایی که در داخل از افغانستان هستن، دوستایی که در اروپا هستن از طریق اکانت اروپایی ما و دوستایی که در داخل افغانستان هستن از این طریق و همچنین شماره تماس شما مشاهده میکنین. میشه که عزیزای ما را دستگیری کنین. بلال عزیز بره مکتب و همچنین دیبا جان دیگه از کنار مادر خود، از کنار پر شفقت و پر از عاطفه مادر جدا نشه و مادر هم در فراقش نسوزه.